دوستان زیادی روزانه با بنده تماس میگیرن برای سر قناری دهندار و سری دهندار، ولی تو این شرایط بد اقتصادی واسشون نمیرسه. حالا ما اینجا هستیم، چه کاری از دستمون برمیاد که برای شما عزیزان انجام بدیم که خودتون در منزل خودتون با کمترین هزینه سر قناری یا سر دهندار رو بسازید. ببینید داداشای گلم، 80% این سره های دهندار و سر قناری های دهنداری که میبینید با نوار ساخته شدن. 20% بقیهشون هم مال دوستانیه که دهنبازن، این کاره هستن، کهنه‌شو دارن با کهنه‌ش میسازن. حالا ما به این چند سال اخیر به دوستان زیادی کمک کردیم که خودشون در منزل خودشون پرنده دهندار رو بسازن. ما اینجا هستیم تا به شما هم کمک کنیم که خودتون در منزل خودتون پرنده دهندار رو بسازید. اگر خواستید در کلاس‌های آموزشی ما شرکت کنید، شماره هم در پیج هست. از طریق تلگرام، روبیکا یا واتساپ برای بنده پیغام بذارید، ما اونجا میایم شرایطش رو بهتون میگیم که انشالله خودتون بتونید در منزل خودتون پرنده رو بسازید. البته من خودم به شخصه از اولش تا آخرش کنارتون هستم، آموزشتون میدم که انشالله نتیجه خوبی ازش بگیرید.